سلام بارشگاه داشت، خیلی خوش اومد به این ویدیو. من اتم هستم و این یه ویدیوی خفن دیگه از چنل خودتونه. اشکالی من اومدیم با یه ویدیوی همون چیزی که متعلق به شما میشه طبق یه شرایطی، اونم مفتی. حالا بزنید بریم سراغ این ویدیو تا بدونید چی میشه. یکی زیاده، بیاد این یکی رو هم بدم به شماها به مناسبت چی؟ صدتایی شدن چنلمون. خب اشکال من، حالا بریم اکانت نشون بدم تیکه تیکه بهتون شرایط رسیدن اون چیز رو هم بهتون میگم که حالا بدونید دیگه. بریم سراغ ویدیو. اشکال من اول از گان یا چی اول پروف شروع میکنیم که حالا اینجا یکم اسپول بشه. اکانت لول 56، آیدی تقریبا روند 890 76 70 107. خوبه دیگه. بعد ای که خوبیه. حالا من بریم سراغ ویدیو. اول از گانا شروع میکنیم اشکال من که همین اول کاری یه دونه، بس اگه بعدم بود دیگه شرمنده دیگه، همین از دستم برمی اومد. هنوز 100 حسابیم، هر 100 حساب یه دونه اکانت همینطوری یکم لول هر 100 حساب که بیشتر میشیم میره بالاتر. حالا یکم دیر شد، الان 131 حسابیم، سر 200 حسابیمون یه دونه براتون اکانت یا هم یه دونه ماهانه گره کشی میکنم. حالا بذارید ببینیم، خودتون میگید اینی که هر کدوم کارو کنیم. بریم سراغ گانش. اولین گانی که میبینید یه دونه M4 ماجیک کیوبه که اینجا شما میبینیم. ایکی نسبتا خوبی نداره ولی خوب. حالا تا دستمه شاید روش یکم هزینه کنم چون آفر افتاده واسش. بعد اسکارش هم اسکار چندان چیزی نیست ولی خب راه اندازه. همین هر گان یه دونه اسکین خوب داره، گانای به درد بخور، ایوزیش، پارافال، کینگ فیشر یه دونه اسکین به درد بخور داره که حالا به درد آدم میخوره. مثلا من با این دوتا گان ایسیش تا مثلا نمیزنم، فقط این دوتا بود بگیرش بعد من دان نمی کنم. بعد یه دونه بود بکیر خوب داره که من اصلا حال میکنم با این بود بکیر. بعد اینجا یه دونه M60 داره که M60 رو با 5 تا اینکوباتور گرفتم، 5 تا خودم گرفتم روش. حالا بریم سراغ بعدیه. UMP خوبه نسبتا. حالا من اینو میذارم، من البته راستیش که موسی کیبورد هم سفارش دادم، شاید رفتیم روی موسی کیبورد، حالا شاید که نه میریم، ولی خب ویدیوها رو با موبایل چیز میکنم تا وقتی که روی موسی کیبورد رام بشم قشنگ بتونم دستم زا بیفته روش. پیش خوبه، نشون دادم اینا رو. این که خوبه، اینم ریت دار دنیز خوشگلرم داره. پیش خوبه نسبتا خوبه، من با این زدم بهتر از ریت دار خودم. پی بانی خودم اینطوری نیم خود. P90 ریت دارم داره به نظرم. تامسونش که ریت دار عالیه. مکتنش هم میگیرم واسه شیدون مکتن، همین مکتن رو دایم اسکایی میکنم. من یکم مریض شدم حالا شرمنده. دوتا امده داره که یکی از یک مزخرفتر ولی این وانشتش خوب میخوره. من یک کاست رفتم خوب میخورد هده خوبی بود. نمیدونم چی میگم، مثلا یکم سرما خوردم. خب دلولش ببین متا، دلول گفت میکنه، به خدا گفت میکنه. توی اون کاستوم من 3 راند برداشتم، گفتم داشت دیگه بم میشم به خدا. یک کاستوم تک پیشیش رفتم، همین دو چند تا میخواستم چیز در تک پیشیش نبود، 3 بود، 2 تا از رفیقای دیگه هم بود. بعد همینطور رفتیم که 3 تامون هم چون یوتیوب دارن. بعد ویدیو در بیاریم، گیم پلی در بیاریم، رفتیم زدیم ولی خب چیزای خاصی نتونستیم در بیاریم. بعد من کلم رکوردرم گرم شده بود، گوشیم رکوردر آف بود، فکر میکردم مثلا دارم رکورد میکنم. اسنایپش این اسنایپر خوبه، حتی بکنم آقای علی دلتا یوتیوبر خوبم اینو میذاره. بعد
دیزرت خوبیه، همین که اسکین داره خیلی هم خوبه. G18 خوبه. بعد من این کاتنا رو خیلی دوست دارم، اینا یکی خودم نداره. حالا بریم پایین. گرینید یخاش خوبه نسبتا، خیلی خوشگله. من خوبه ندارم به خاطر همین نذاشتمش. خب این بود بچه‌ها گانای اک. بعد بریم سراغ ست‌های اک. وقتونو بنویسید بریم. خبشگاه ستاش که همینطور میبینید 72 تا بالاتنه داره. یه دونه ست کامل داره که من دان ندارمش. یکی مو داره، 24 تا ماست داره، 7 تتو داره، 72 تا بالاتنه داره، 54 تا شلوار داره و 48 تا کفش داره که این کفش هم پسرمون روش گرفتیم. یک دست پسرم بود، من از پسرمون گرفتم. بعد این موهای اکی که من عاشق این ماسکم، عاشقشم، بذار خیلی خوشگله. مخصوصا با تتو دوکی بزنی. اوف ماسک ویدیوکی هم داره این سوشی نکرده. بعد الان من با این ست خیلی حال کردم. ماسک ویدیوکی به خدا همین الان دیدم. بعد ماسکاش این آبیه هم داره که حالا من نمیزنم، نمیخوام ستم خراب بشه. تتوش کجا رفتی ازون؟ تتوش 7 تا تتو داره که 4 تا مردونه و 3 تا زنونه است. 72 تا پیراهن داره که 4 تا لژندری داره، همون گل داره. بقیه‌اش هم اپیکه دیگه، همین بنفشه. فکر کنم آبی هم داشته باشه، نمیدونم. آره آبی هم یه چند تا داره. خب اشکال یه دونه بیاپس داره که پسرمون گرفته روش. بعد ست زندانیه رو داره که اینو داره، اینم خیلی ست باحالیه. بعد موش مخصوصا موی این خیلی بالا. بیاپس محبوب پیراهن برزیلیه که برزیلیا میزننش، خیلی هم خوشگله. بعد این ست چیز فکر کنم رمضان نمیدونم، یادم نی که یادمه، ولی خب تازه از خواب بیدار شدم. اگه دقت کنید به صدام، من صدام اینطوری نی. البته اولین ویدیو با صدام نگفتم، اولین ویدیو با صدام بچه‌ها خوب پیش میرم، چون قبلا هم ویدیو با صدا داشتم یه چند تا چنلای قبلیم. حالا اینم داره حاجی، اینو یه بذاریم. شلوارم داره، شلوار سبز. از یه دونم شلوار سبزه. من 3 تا اصلیم بود یه زمان شلواره نداره. بچه حالا بذار عکسشو اگه پیدا کردم که نه، اگه وقتشو کردم رفتم که اصلی خودم عکسشو گرفتم واسه تو میذارم اینجا کنار صفحه. بعد این شلوار رو میگم. خب با اون خیلی ست میشه، خیلی خوشگل میشه. حالا ستیش هم براتون میارم ستیش میگم. بعد اینم خیلی خوشگله این شلواره. کفش یوتیوبری سفید داره، دامپایی داره، دامپایی داره. این کفش هم خوشگله. 3 تا دامپایی داره فکر کنم، 4 تا دامپایی داره. بعد ایموت 6 تا ایموت داره که ما الان یه دونه اینجا فنی زنیم به کارنا. خب بعدی کیفابت لود نمیکنه، من با فیلتر نیومدم متاسفانه. فری فایر دیگه بچه چه انتظاری دارید؟ بعد این پروف، اینم بذاری لحظه پروف خودم بذارم. بعد ای که نسبتا قدیمی هست از اینایی که من میبینم. خب سیو اک جیمه، همینطور که میبینید اینجا خاورمیانه است. حالا میتونید خودتون جیمیلش هم بعد اینکه چیز کردید بردارید. خب البته بریم سراغ گره کشی و چیزش. گفتم که اشکا ببینید، شما اول باید چنل رو ساب داشته باشید. ساب نداشته باشید کنکله. بعد دوما تاریخ گره کشی بچه‌ها همون موقعی که چنلمون 150 تا ساب رد کرد. الان 131 هم، یعنی
19 تا ساب به بعد، یعنی 20 تا ساب گرفته باشیم کورکیش رو انجام میدم و به صاحبش تقدیم میکنم. بعد این ویدیو رو لایک کرده باشید و تا میتونید کامنت بذارید، نه 100 تا کامنت بذارید. آقا تو بیا ببین یکی 10 تا گذاشت، تو 11 تا بذار که از اون بیشتر باشه. من چون خودم انتخاب میکنم میگردم هر کی کامنتش بیشتر باشه اونو انتخاب میکنم. اون ربات رو نمیتونم پیدا کنم، نمیدونم چرا، هر جا رو گشتم نیست. حالا بگذاریم، یا اصلا کامنت زیادتر باشه همینطور چشام میبندم میبرم این ور اون ور، دستمو میذارم روش. هر کدوم در اومد امکان داره یارو یه دونه کامنت گذاشته باشه بعد در بیاد واسه اون، بعد ببخشید گفتم یارو، یعنی یکی دیگه بیاد 100 تا کامنت گذاشته باشه من هی سویت کنم نیفته. خوب ولی به شانستون بستگی داره دیگه. حتی شما تا میتونید کامنت بذارید به نظر من، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، بعد واسه دوستاتونم بگید، حسود نباشید، اونم دوستاتونن. چه اونا چه شما هیچ فرقی نداره، بیان کره کشی کنن و میگم کره کشی شرکت کنن تا واسه اونا هم در بیاد. نوکرتونم تا یه ویدیو بعد. خدا حافظ.